پکیج آموزش فعال کردن چشم سوم 720,000 تومان. دوره آموزش باز کردن چشم سوم توی 4 ماه 1,430,000 تومان. چرا میخوای همچین هزینه ای رو کنی وقتی من میخوام یه روش خیلی قدرتمند برای فعال کردن چشم سوم رو بهت بگم که فقط توی یه روز بتونی ازش نتیجه بگیری؟ باور نداری؟ این ویدیو رو ببین که قرار حسابی شوکه بشی. اگه از علاقه‌مندان مبحث چشم سوم هستی حتما درباره این موضوع یه مطالعه هرچند کم داشتی. روش‌هایی که در سطح اینترنت برای تقویت چشم سوم ارائه شده همه صرفاً در حد تحریک چشم سومه، ولی با این روشی که قرار تقدیمت کنم قرار چشم سوم تو تقویت بشه، یعنی کاملا متوجه تغییر عملکرد این چاکرا بشی و بتونی ویژگی‌های یه چشم سوم تقویت شده رو تجربه کنی. روشی که قرار است تقدیمت کنم یه روش لامذهبه. در ویدیوهای قبلی کاملا راجع به روش‌های لامذهب خدمت توضیح دادم، ولی به طور کلی یعنی روشی که بهت میگم هیچ ارتباطی به دین نداره. اصلا مهم نیست پیرو دین خاصی هستی یا نه، این روش هیچ ارتباطی به دین نداره و روی همه انسان‌ها جواب میده. برای انجام این روش به 3 چیز احتیاج داری: سنگ، ماژیک، نمک. خیلی هم ابزار ساده ایه و اصلا پیچیدگی خاصی نداره. نکته مهم، در انتخاب سنگ دقت کن، یعنی سنگ به اندازه‌ای باشه که زمانی که روی تخت یا زمین خوابیدی بتونی اون رو روی پیشونیت بذاری و احساس ناراحتی یا سنگینی بهت منتقل نکنه. زمانی که ابعاد سنگت رو انتخاب کردی روی سنگت با یه ماژیک که رنگش اصلا مهم نیست چیه این نماد رو روی سنگ بکش. دقت کن حتما مثلث رو برعکس بکشی و اینکه اصلا مهم نیست عدد داخل مثلث برعکس فارسی یا انگلیسی. حالا کافیه یه ظرف که اندازه سنگت هست و میتونی سنگت رو داخلش بذاری برداری، کف ظرف به مقداری که کف ظرف رو پوشش بده نمک بریزی. در ادامه سنگ رو طوری روی ظرف قرار بده که نمادی که ترسیم کردی رو بتونی با چشمت ببینی. به این شکل. حالا این ظرف حاوی نمک که سنگ داخلش هست رو جایی بذار که نور ماه روی اون بتابه. هر جا که این شرایط فراهم هست، پشت بوم میشه، حیاط خلوت میشه، حتی پشت پنجره اتاقت هم به شرطی که نور ماه روی اون بتابه میشه. ظرف رو در شرایط محیطی که خدمت درس کردم قرار بده و تا صبح فرصت بده که ظرف در همون محیط بمونه. حالا که روز شده هر زمان که فرصت تمرین داشتی سنگ رو بردار، روی زمین یا تخت دراز بکش و سنگ رو بذار روی پیشونی. سنگ رو هم طوری روی پیشونیت قرار بده که نماد به پیشونی چسبیده باشه. حالا چشماتو ببند و سعی کن 5 دقیقه به هیچ چیز فکر نکنی و فقط روی دم و بازدم خودت تمرکز کنی. زمانی که احساس کردی کاملا به آرامش رسیدی، تصور کن سنگی که روی پیشونیت هست حاوی یک انرژی قدرتمند به رنگ طلاییه که این انرژی داره به چشم سومت منتقل میشه. این حالت رو حدود 5 دقیقه حفظ کن. مجدد روی دم و بازدم تمرکز کن و سپس دوباره مرحله انتقال انرژی از سنگ به پیشونی رو انجام بده. تمرین تموم شد. نتیجه‌ای که قراره به تو اثبات کنه این تمرین برای تو اثر بخش بوده اینه که وقتی که شب خوابیدی رویای صادقه میبینی. رویایی که بسیار به واقعیت نزدیکه و انگار پیامی از سمت آینده برای تو داره. اگه همون شب اول این رویای صادقه رو دیدی مجدد روی همین تمرین ممارست کن و به یاد داشته باش که موفقیت و پیشرفت در تقویت چشم سوم با استمرار به دست میاد. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چطوری باید این روش رو تکرار کرد؟ نیازی به ترسیم مجدد روی سنگ نیست، یعنی احتیاجی نیست که اون مثلث برعکس و عدد داخلش رو دوباره مجدد روی یه سنگ دیگه بکشی و بنویسی. فقط کافیه شب قبل از روز تمرین همون سنگی که یه بار روش ترسیم انجام دادی رو دوباره داخل ظرف حاوی نمک بذاری و زیر نور ماه قرارش بدی تا فردا صبح. احتیاجی هم نیست که نمک رو تازه سازی کنی و یه نمک جدید دوباره داخل ظرف بریزی. با همون نمک قبلی هم این کارو میتونی انجام بدی. توانایی که با انجام این روش در چشم سوم تو تقویت میشه توانایی روشنبینی و
آینده بینی هست. همونطورم که خدمتت اشاره کردم، در زمان انجام این تمرین قرار هست که رویای صادقه ببینی و به طور کلی این تمرین بسیار در تقویت روشنبینی و آینده بینی تو موثر هست. من قبلا یه ویدیو درباره یه روش قدرتمند برای تقویت چشم سوم تقدیم حضورت کردم. میتونی این تمرینو با تمرین داخل اون ویدیو ادغام کنی و در کنار هم انجامشون بدی. به طور مثال زمان خاصی از روز تمرین داخل این ویدیو رو انجام بدی و داخل همون روز یه ساعت دیگه اون تمرینی که داخل اون ویدیو تقدیم حضورت کردم رو انجام بدی. اینطوری نتیجه گیریت از تمرینات تقویت چشم سوم با ترکیب این دوتا تمرین با هم دیگه خیلی بیشتر میشه و نتایج خیلی بیشتر و بهتری رو میتونی تجربه کنی.